بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 23 آبان ماه سال 1402 به امید در خدمت یکی از زحمتکشای محلمون که در مراسمات تشییع جنازه خود و خودرو و سیستم سوتیر در اختیار صاحب ازالنه و زحمت‌های فراوانی کشنه همه ملت ویندنه و واقعا جای تشکر دارم جناب آقای هدایت نژاد که من با یک مستندی از تهیه که از که بیشتر محلی‌ها محاوره بشناسه. خیلی خوشحالم که آقای هدایت در خدمت شما داریم. بفرمایید متولد چه سالی هستین و زادگاه شما کجا هست اصلش؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بین استین و عرض سلام خدمت همه بهتر بابام هممحلی های عزیزم. باقرتنگه و زادگاه من در روستای سوختش در سال 1350 در یک خانواده مذهبی به دنیا بیامی و ما 5 تا برارمی، 6 تا خاخر، 11 تا بچومی. عرضم به حضور شما معمار خدا رحمت کنه، اینایی که گوش کنه رفتگانم خدا بیامرزه. معمار مامای محل بیه، به نوعی پزشک اون منطقه، مامای سنتی بله. بدون یک کلاس سواد علمی، فقط بتونیم بگیم سواد تجربی داشته. منطقه های مثلا سرخدشت، قالشکلا، دینسر، لنگور، حتی تنبلا، قالشکلا، پایین دسته، همه اینجا کسی مثلا دکتر نشیه، همه معمار بی بنده خدا، همه بیه. بعد ما به تبعیت زمین مارم در شستن میت، کف، دف شرکت داشته. طبیعتا ما مثل یک کدوم از بچه هامون به سمت سوی این مار بودیم. معمار هلوهوش 34-35 سال آشپز امام حسین بی باهیمه تش خواه ما همون روش دمال اگریم، آشپزی امام حسین هم کمی مدعایی هم کمی، ولی در همین ایام محرم همون سینه زنی فقط خوب می، نه اینکه مدعا بایم نیمی. یک از برادرها شما مدعا بله، حاجی عباد هدایت نژاد ذاکر اهل بیت، منبع درآمدش از طریق مدعا به اصطلاح مدعایی هست، از اهل بیت هست. بعد عرضم حضور شما که پدری هم دارمی بسیار بسیار پدر خوب، پدر بسیار زرنگ، فهمیده. بعد هلوش 89 سالش هم عمر کرده، الحمدلله خیلی سرپا. بله. یه مطلبی رو من مطرح کنم در مورد مادر عزیزم که 18/9/1386 به رحمت خدا بود. معمار خاله سختی بکش، زیادی سختی بکشی معمار امارت به یک بدبختی گره کرد. یادم نشیه بازار باغول توی سنگپولت بازاری دارن به نام بازار دست دوم، پشت مایی بازار. این دست ما کار داشته، ایچی اونجا لباس های دست دوم خریده، 3 یارد سره. بعد برشسته تمیز کرده بدون اینکه بچه ها متوجه بابن. آخر شبش این کارا رو کرده که بچه ها باخد بابن. بعد ورده پشت بوم، اون موقع بینج وردن بوم مثل الان نیبه کارخونه، ورده بوم سر این لباس ها رو تا کرده، این بنه گل سر موقع نوشتنه گل بوم دیگه. حتی بینج کیسه اشته این لباس های بالا که کار اتور انجامد و صبح عید اما بچه رو تنگ کرد که بابا همون لباس نو بخریم. من از اون مادر و اون فرزند برای اون مادر روح شاد باشه، و مادر من خیلی سختی بکش. من اگر هم سمت سوقی پیدا کردم به سمت این که حداقل من اگه به زبان خودم بگم شاید حمله بر خود ستایی باید به درد مردم بخرم، خواهمه که یاد و نام معمار زنده باشه. غیر از این هیچ نیت دیگه در این وسط داریم. چه سالی به باقرتنگه تشریف بیاردنی؟ من دقیقاً شما خبر بابم سال 1383. بعد چیدی برای که این محل با هیئت امنا این آشنا بینی که ببینید چیدی برای که اون آشنایی ما با این هیئت امنای محل ما چه تو کارهای مذهبی شرکت کردنی. مثلا توی مسجد موسی بن جعفر با آقای آجنقی گلچوب، آقای داداشی و امثال هم
آشنا و میبدیم. اینا آدمای بسیار بسیار خوبی هستن و بهشون محبت کردن، ما رو توی جمع خودشون قرار دانه و ما رو یه مقدار پروال دانه ما بتونستیم تا اینجا که الان هستیمی. از نظر خودم که کسی نیمی، ولی از دید اجتماع اگر خدای نکرده بازم ما بگیم که اگر خطایی از ما سرزنه به بزرگی خودشون ما رو ببخشن. آقای دکلام زحمت بکشیه در این برنامه رو تهیه کنه، بزرگواری خودشون. من در اون حد نیمه ولی فرمایش کرده من در اطاعت امر کنم. بله. آقای هدایت نژاد بفرمایید چجوری متوجه بودید که یک نفر تو محل فوت کرده؟ ولی ما از موقعی که شروع به این کار کردیم یا سیستم صوتی و برای اینکه تشییع جنازه محل با شکوه برگزار کنیم، خدا سلامتی داده به آقا رضا پورحسن که به همیشه زحمت کشنه، گاهی یا آقای اسماعیلیان، گاهی هم آقای حاجی موسی ذوالفقاری و امثال هم آقای براری، همه دوستانی که برشت اونجا که مطلع هستن که ما چقدر بتونیم مثلا کاربرد داریم، ما رو مطلع کنه از این بابت و ما در اختیارشون. مثلا همین دفعه آقای میرزاپور مثلا بامرده ما داشتیم بابول داشتیم سر کار امیکلا بررسیم اطلاع دادن، ما رو مدعگرسیم بیایم به محض این که مطلع به میچون حتی برای شستنش هم ظاهرا کسی دنی بیه ما بیایم هم بشستیم یا کفن نکردیم یا دفن نکردیم و مرسال اینجور چیزا. در صورت این دوستان به ما اطلاع دادن و بیشترین عمل کرده من، چون من اینجا ساکنم فعلا اینجور، ولی در واقع روستای سوختش و اون منطقه هم غیر از من کسی رو نداره، هم برای شستن، هم برای کفن و هم برای تشییع جنازه مرحوم یا مرحومه. بله است. آقای هدایت نژاد بفرمایید که چه حسی دارنی موقعی که این مراسم برگزار به تو اون بونه، چه حال و هوایی دارنی؟ والا حس رو به زبان به تو میگویا کنیم، اما در عمل بنه انجام بدیم. من بعد از اینکه مراسم ها تموم بونه، تشییع جنازه تموم بونه، وقتی امه بیرون احساس کنم که یه باری از دوشم بعید باید، انگار مسئولیتیه به گردن من در و خیلی هم خوشحال بود. شاید یک کسی به چیزی عشق بورزه، ولی عشق من اینه تو اینجور کارها شرکت کنم. با اون روزی که کسی داغ بدی واقعا ندونه که چی کار کنه، چه جوری مراسم رو پیش داده که ما بتونیم مقدار کمک حالشون بکنیم. همین یه چشم داشتی از کسی ندارم، اما یه انتظار از چه اهالی روستای سوخته‌اش، چه اهالی باغ تنگه که بنده اینجا ساکنمه دارم، اینی که بعد از هر مراسمی حتی اگر تو پشت بلنگو هم ناتنه نیازی به نیت مادر من هم صد صلوات رو ختم کنیم که ما هم این دنیا روح شاد باشه. آقا رمضان در پایان اگر صحبت خاصی تقدیر تشکر خاصی دانی ما در خدمت شما داریم. والا اول تقدیر تشکر بنه از پدر خوبم، خانواده عزیزم، داداشام، خواهرای گل من دارن و بعد از اونم از خانم بزرگوارم واقعا تقدیر تشکر بنه که همیشه نسبت به این کار هنوز میخواد نوتی که آقا تو چرا اینقدر مراسم شد، همیشه مشفقه منه، همیشه محور دارن که بود بابا ثواب دارنه، آخر عاقبت همینا هم بدت خنه اونا هم بدت نخن. شاید در کنار کارهایی که تو کنی منم سود بابایی میبسه که قطعا برد از بچه های گل من تشکر کنم که بیشتر وقتا بهشون برای کار دارنه می تلفن در دسترس داریم من در مراسم نوار پر کنم یا کارهای دیگه این بچه های منم تحمل کنه. در پایانم من تقدیر تشکر کنم از ست مسجد، از هیئت امنای ست مسجد باقرتنگه، از اهالی مردم باقرتنگه که ما رو در خودشون جا دادن و قبول کردن که ما سرتاپا گناهکار در کنارشون داریم و آزاده باقیم و اگر عمری باقی بیه خدمت کنیم به اهالیمون و سپاسگزارم. من دست شما درد نکنم و مادرتون خداوند بیامرزه. خدا پدر مادر شما رو ببخشه و بیامرزه. سپاسگزارم. دست شما درد نکنم. متشکرم.